دوستان عزیزم، میدونیتون که بسیارترین مرده ها در وقتی که اگر زن به امینا یگم گاو گوی اگر گردن تختگیشون گرفته میگون نه نمیکنم. چوه؟ چون که زن گفته من مرد سخنی من باید پیش رو به سخنی زن نه. ولیکن با یک گاو اهمیتتون که در هر یک ماشین امروزه جی پی اس هستک، ویز هستک، راهنما. در وقتی که همین آدرس میته تو میگرانید کی گاو میزنه؟ بسیارترین زنها. طرفی راستگیر، طرفی چپگیر، ایستا، تبله نشو، سکورس پاس کن، بلند کن. یگم مرد نمیگو که ای ما چه بسخونی میدرمدیم؟ ما مرد کن، ما باید گپی ماشه بدم، ما خودم رای میدانم، تو دمشین تو زن شما یک رد گاوزن نمیگو. چطور این زن به گپش به مدرایو به زنی خودش به سخنی زنش نمیدرا. ها زنهای عزیز یگم روز همین گپ اوله کرده تا ما به شما سودشه گویم. در وقتی که مرد اگر به سخنی امون زنی ویز اگر ندرای اگر ویز ماشال گفته که طرفی راست گیر او طرفی چپ میگیره داد نمیگه ای نادان چا کردی ما به تو راست گفتم چه چپ گرفتی چپ گفتم چه راست گرفتی نمیگه. چی میگه؟ انی خشب مسلول میخدش خیلی میگه ما یک اویلی بینم دیگه راکتی ما توی به همون جا میبیارم. به همین گاو همه مردا به سخنی ویز زنکی که به ویز گاو میزنه همه میدران. از همین ما چی یاد گفتن مادکار زنهای دانای و عاقل. در وقتی که مرد به سخنی شما که ندرامده یا که غلط کرده درام نگوید ها به سخنی من ندرامدی این بتر شوی. این گپ گویتون اگر یکم فایده نیست این گاو. یا وقتی که غلط کرده او نادان گو گپ دیوال پل فایده نمیکنه. نباید او جل میگیره شما جل میگیره جنگ میشه جنجال میشه یکم سخن پیش نمیره. اویس یاد گرفتم در وقتی که آدم غلط میکنه داد نمیگه آها تو به حالت که این تو میری یک منو میگه یک اویل کنم این تو حساب کتابش میکنه و که رفته آرده برده این پس کوچه این کوچه این تن کوچه با همون آدرس آورده میمونه. زنهایم باید از همین یاد گرفته در وقتی که مرد غلط میکنه یا به سخنی شما نمیدرا جل نگیره تا یک دم اویل کنه تا این راکتی نشو مبادا دیگه راکتی شوه این کوچی کلان نشو مبادا این پس کوچه شوه این پس کوچه نشو مبادا این تن کوچه شوه. یک راه یافته اخیر به همون مقصد خود آورده میتوانیتان. ابراهیمی شلومو عمیل خموده گفتن که زنی دانا خانهش آباد میکنه. یه راتون ماهایم برای سخنهای شلومو عمیل درآمده دانایی و عاقله پیشه گرفته. روزای نیکی خورسندی بینیم. آمین.